بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیزتر از جان من الان تهران هستم. اومدم برای پوشش، البته یک دعوت شدم، برای دعوت دریافت کردم برای حضور این نمایشگاه اکسپو، نمایشگاه ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران. اکسپو اسم مخففش اکسپو. و البته قبل از چند لحظه پیش آقای رئیسی رئیس جمهور محترم ایران در افتتاحیه سخنرانی کرده. صحبت های خیلی مهم، من ضبط کردم بعضی از چیزهاشون. صحبت های خیلی مهمی ایشون کرد و درباره تحریم، درباره استفاده از انرژی اتمی و خیلی از این، خیلی روابطش با روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان صحبت کرده. البته اینو همتون میدانید. من میخوام درباره مسائل دیگری صحبت بکنم. چرا عراق غایب بوده؟ چرا سوریه غایب بوده؟ فشار امریکا و اسرائیل بر بعضی از کشورها من جمله عراق چیه؟ چرا درباره این قضیه همشون درباره این قضیه؟ البته بعد از اینکه اگر موفق میشم این برنامه‌هامون آپلود کنم، با شما صحبتی مستقیم و زنده خواهم داشت. ایران عزیز اونجا